خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال جدید من در است. برای اونایی که نمیدونن، من قبلا حدود 1-2 سال پیش یه کانالی داشتم توی یوتیوب که یه اتفاقی برای گوشی قبلی افتاد و بعد از یه مدت که فعالیت نکردم خود به خود یوتیوب چنل من بست. ای خدا یعنی کلن 2000 years later. بستید، تموم شد، کانالم بسته شد. و اینکه الان اومدم یه کانال جدید بزنم و یه شروع دوباره داشته باشم. و اینکه میدونم که خیلی زود رشد میکنه کانال، چون که توی کانال قبلی هم کم سابسکرایبر نداشتیم، کم هم نبودن، بالای 2000 نفر بود. برای من کم نیست. و اینکه امیدوارم اون 2000 خورده نفر منو پیدا کنن و زود کانالمون رو ببریم بالا. و اینکه برای اونایی که نمیدونن، من خودم میخوام معرفی کنم. من امیرعلی هستم، 13 سالمه و یه جورایی میشه گفت بعد از سالها تازه دارم یوتیوب شروع میکنم. تو گیلان زندگی میکنم، تو استان گیلان. فکر کنم چیزای اصلی رو گفتم. یه نکته مهمی بگم، من الان این اسمی که برای کانالمون هست، چون همه بهم میگن شبیه پاندایی این کانال اسمش همین گذاشتم، ولی این اسم قرار نیست بیشتر از 2-3 هفته دووم بیاره. اگه میشه کامنت کنید، یه سری اسما پیشنهاد بدید که ببینیم چی میتونیم ببینیم یه اسم خوب بهترینش برای کانال انتخاب میشه. و اینکه من عاشق موسیقی هم و کیبورد میزنم یا همون ارگ. و اینکه از موسیقی واقعا خوشم میاد. الان حدود 7 ساله که دارم همینطوری کیبورد رو ادامه میدم. کانال ما هم هنوز معلوم نیست که موضوع خاصی داشته باشه یا نه. فعلا گیم رو شروع نمی کنیم، گیم هم به موقعش. هنوز پیسی ندارم، ولی خب PS5 دارم، اونو ببینم اگه مثلا یه کارش میکنم. چی آخه جمع کنیم ولش کن. این که آره فعلا گیم رو شروع نمی کنیم تا یه مدت که تکلیفمون روشن بشه، چون که بازی های من توی PS5 اونایی که توی PS5 هستن مدلی نیستن که بشه آنلاین بازیشون کرد. فعلا آفلاینه. اگرم بخوام بذارم بازی های آفلاین فعلا تا مدتی دیگر. آره و اینکه ولاگم داریم، در پیش داریم فعلا با ویدیوهای مثلا مثل سعی کن نخندی، یه سری چالنج های مختلف. این خوبه؟ یه سری چیزای مثلا این مدلی در پیش داریم. و اینکه اونقدر نمیخوام خودم رو معرفی کنم زیاد، که در طول این مدتی که توی یوتیوب فعالیت دارم آروم آروم همدیگر میشناسیم، یعنی شما منو میشناسید، اگه بشه میبینیم همون. و اینکه این سری میخوام خیلی جدی یوتیوب رو شروع کنم، خیلی هم قوی شروع کنم. هیچ برنامه خاصی برای استریم و ویدیو هم برنامه خاصی ندارم یاد برای اینا. و
ولی حالا به مرور که استقبالای شما بیشتر شد این سطحمون هم میبریم بالاتر، میره رو به استریم و روزی 3-4 تا ویدیو گذاشتن. فعلا بهتون قول نمیدم که اونقدر فعالیت کنم چون کم کم هم داره مدرسه ها شروع میشه، ولی تا جایی که بتونم سعی میکنم براتون ویدیوهای مختلف، حتی آموزشی، آموزش موسیقی، تئوری های موسیقی، خودم هنوز کامل یاد نگرفتم ولی تو حدی که میدونم و سعی میکنم به شما ارائه بدم. یه سری موسیقی رو برای خودمون اینجا گوش میدیم و یه چیزی بهتون بگم، الان منو نبینید که یه ذره اینجوری خوشیم، وگرنه این کانال ما very fun. یعنی قرار اینجا کلی بخندیم. الان چون اولین ویدیوه یه ذره میخوام جدی باشم، نوکرم بای. این که این اسم برای کانال اون مهمترین چیزه. سعی کنید تون اسم رو پیدا کنید. حتما کانال من رو ساب کنید چون قرار فعالیت های زیادی داشته باشیم، ویدیوهای باحالی داشته باشیم، ویدیوهای آموزشی، ویدیوهای ولاگ، سعی کن نخندی، چالش های مختلف، حتی ویدیو میذاریم مجازات به من میدین، یا اینکه گیم، موسیقی بهتون آموزش میدم. اصلا اون هیچی. آروم آقا چه خبرته؟ کنار هم آهنگ میخونیم، آهنگ میزنیم، یا مثلا توی کامنت ها شما آهنگا رو پیشنهاد میدید که من بزنم، بخونم اگه بلد باشم. به جز کیبورد سازهای دیگه اینا هم میزنم، ولی اونا رو چون هنوز حرفه‌ای نشدم زیاد صحبتشو نمی کنم و نمیگم چیه. الانم میبینی از ترس اینکه گوشیم نیفته زیرش بالش گذاشتم. تنها چیز مربوط به یوتیوبی که من دارم یه دونه همین PS5 و یه سری ویدیوها که آماده است. ادیت ویدیوهام تا وقتی که حرفه‌ای تر بشم با خودمه، با گوشی هم ادیت میکنم، سعی میکنم خوب ادیت کنم. چیزهای اصلی چنلمون رو بهتون گفتم، چیزهای اصلی که راجع به این چنل، این کانال، اینجا همینجا بود و بهتون گفتم. و اینکه حتما ساب کن، لایک کن، کامنت بذار و زنگوله هم یادتون نره. کار ندارم، شما هم کار ندارین، داشتینم به من بگین، کامنت ها بذارید. بعد قامت کار هر کی اومد برو بلند شو همین. فعلا خداحافظ. اونم داره جیغ میزنه. بله چشم. خداحافظی شما. بای بای. خداحافظ.